کسی اگر همسرش را در یک مجلس 3 طلاق دهد، یعنی تو 3 طلاق گوید، اما اگر 3 مراتبه کلمه طلاق را تکرار کند و قصدش 1 طلاق دادن باشد، فقط 2 دیگر را برای تأکید گفته باشد، مثلا طلاق 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 گفتو، مرادش از 2م طلاق و 3م طلاق فقط تأکیدی طلاق 1م، رقم را نامبر نکرد، این 1 طلاق است. اما اگر تو 3 طلاق، تو 5 طلاق، تو 1000 طلاق، تو 100 طلاق گفت، این در نزد جماهیر علما، جماهیر یعنی 4 مذهب و نه فقط 4 مذهب، تمام مذهب ها 3 طلاق می فراید، از جمله مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و تمام، یعنی که آنهایی که امروز در داخل کشور مسئله طلاق میپرسند با مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل نمی کنند، آنها با مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه عمل دارند. اگرچه این انتقاد شدید از شیخ الاسلام میگیرند، حتی بسیار سخنهای قبیح و بی‌زب میگویند، لیکن در مسئله طلاق یگانه شخصیتی که این فتوای رایج کرده است این شیخ الاسلام ابن تیمیه هستند. در این مسئله طلاق 3 را 1 میگویند، لیکن قول تمام علما می شود گفت 99% علمای دنیا طلاق 3 را 3 حساب میکنند. وقتی که به نزد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یک مرد آمده گفت که زنم را 100 طلاق دادم، گفتند که با 3 تای آن زنت طلاق شد، به تو حرام شد، با 97 تای آن دین الله سبحانه و تعالی را مسخره کردی، اتخذت دین الله هزوا، دین الله تعالی را بازی کردی، مسخره قرار دادی. در دین الله تعالی از 3 طلاق زیاد نیست و 3 طلاق هم حرام است دادنش، و زن را در حالت حیض طلاق دادن حرام است و زن را یک بار 3 طلاق دادن حرام است، هم گناه کبیره حرام، هم بدعت است این نوع طلاق. و کسی که اگر طلاق دادنی باشد منتظر میشد تا پاک شدن زن، وقتی که زن یک مراتب بیمار شده پاک شد و 1 طلاق میتید، تمام با همین مسئله حل میشه. 3 طلاق دادن در شریعت این کار گناه است و این قول تمام علما از جمله امام بخاری و تمام سلف و خلف طلاق 3 را 3 حساب میکردن. و کسی که مثلا 4 طلاق میتید یا 5 طلاق میتید یا 100 طلاق میتید، اون باید قاضی جزا دهد برای نادرست استفاده بردن لفظ طلاق و این لفظ طلاق از زبان که تلفظ شد انسان به جوابگری کشیده میشد. سوال دهنده پرسیدن که در مذهب حنفی چه خیلی است؟ در مذهب حنفی 3 طلاق است واقع میشه. اما مسئله برای چی شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه طلاق 3 را 1 حساب کردن، آیا از گذشتگان یگان نفری داشتند یا از پیش خود گفتند؟ بله، یگانه آدمی که از شیخ الاسلام تیمیه پیشتر این گپ گفته بود طاووس ابن کیسان رحمت الله علیه. طاووس ابن کیسان این که از تابعین هست، شاگرد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هست و حضرت عمر وقتی که طلاق 3 را 3 حساب کردند، بسیار آدم ها سخن عبدالله ابن عباس را نادرست میفهمند و وقتی که ما گفتیم که 99% علما طلاق 3 را 3 حساب کردن، گفتیم مراد عالم های گذشته. امروز بسیار از عالم ها در این مسئله سخن شیخ الاسلام گرفتند، لیکن اگر اینها به سخن شیخ الاسلام تیمیه امروز اگر گرفته باشند یا مراتب به سخن سماحت الشیخ محمد ابن ابراهیم نظر کنند. محمد ابن ابراهیم به شیخ الاسلام و ابن القیم عذر میگفتند، اونا عذر دارن برای اینکه مردم زمانه اونها حلاله میکردند و حلاله صدها ضرر دارد و حلاله این کفر است و این حلال کردن حلال حرام الله را حلال کردن است و چندین زنا هست و در آنجا دیاست هست، دیوسی هست، چندین گناه یک میشد. برای همین گناه ها یک جایه نشدن، شیخ الاسلام رحمت الله علیه به قول طاووس ابن کیسان عمل کردن، گفتن چون ایتا برای دفع 2 تا مضره 2 ضرر هست. حلاله این ضرر است تا آخری عمرش با همسرش زنا میکنند، یک غیر از این همسرش با دیگر مرد زنا میکنند و نکاح آنها نکاح نبود، اون که نکاح موقت است، 3 روز 2 روز 1 روز نکاح حلاله
مو ایده نمیشیند و نکاح نیست اصلا. بنابراین مفسدش ضررش بسیار بودن. به شیخ الاسلام به قول طاووس عمل کردن، گفته به شیخ الاسلام عذر میدادن. و بعض قاضی ها وقتی که طلاق سه را یک حساب کردن در زمان محمد ابن ابراهیم رحمت الله علیه، آنها را به آنها مکتوب نوشتن که یک مراتبه دیگر اگر طلاق سه را یک حساب کنی زندان میشوی. گفتن مفتی بودن. خلاصه شما اگر به شیخ الاسلام تیمیه نظر کنید، از شیخ الاسلام هم آدم های سلف با آنها نگاه کنید. یعنی حضرت عمر را در نظر دارم. حضرت عمر طلاق سه را سه حساب کردن و یگان صحابه اعتراض بیان نکرد. او بعضی ها سخن ابن عباس خطا میفهمند. طلاق زد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم طلاق سه یک بود و عمر عمده سه کرد. این گپ خطا هست. حضرت این سخن ابن عباس مردم نادرست میفهمند. عبدالله ابن عباس میگن که طلاق سه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بود، مراد مردم یک تا طلاق میدادن. طلاق سه‌گانه ای که امروز در زمان عمر مردم یک باره سه طلاق داده ایستادن، در زمان عمر یک طلاق بود. یعنی یک میدادن، نه اینکه نتیجهش یک بود. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم سه طلاق نمیدادن، یک طلاق میدادن. اما حضرت عمر گفتن که من دیدم که مردم در زمان ما سراسیمه شدند. معنی سراسیمه شدن چی؟ یعنی یک طلاق به قانع نکرده یک بار سه تا دادن، سراسیمه شده یک بار هر سه دادن و من این سه طلاق سه حساب میکنم. گفتن که یگان صحابه به حضرت عمر اعتراض بیان نکرد. اگر حضرت عمر رضی الله عنه یک مسئله را نفهمند جواب نمیدادند. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که در کلمه عبن ترجمهش چی است گفته پرسیده شدن از سوره عبسه یک کلمه از آیت، گفتن که من نمیدانم. ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کلام الله ما لا اعلم. من در زیر کدام آسمان راه میگردم، در بالای کدام زمین راه میگردم وقتی که از نام الله و در کلام الله بی علم حرف میزنم. مادامی که علم ندارم گپ نمیزنم. و حضرت عمر اگر یک مسئله را نفهمند اهل بدر را جمع میکردند. آنهایی که به جنگ بدر اشتراک کردند آنها را جمع میکردند که آنها زیاده از 300 نفر بودند. آنها را جمع میکردند و از آنها مسئله را میگذاشتند. من به همین مسئله فلان فتوا را دادنی هستم، شما چی میگویید؟ مصلحت میکردند. و امرهم شورا بینهم. الله تعالی میگه که امر مسلمان ها مشورت بین خود است. اگر عالم های کلام، قاضی ها، بعضی قاضی ها را بعضی استادانمون ذکر کردن که به نظرش مسئله های میبیاد که در کتاب نیست. مسئله های قضا مسئله های حقیقی است، مسئله های خیالی نه که در کتاب همه مسئله های خیالی مثلا هست، همه مسئله نیست. مثلا بین دو آدم یک کار میشد که در کتاب نیست. قاضی ها با وجود اینکه منصب عالی داشتن نزد علما میرفتند، میپرسیدند، با علما مجلس داشتند. یعنی یک عالم از یک عالم دیگر مصلحت میپرسید بعد فتوا میداد. مانند مردم ما امروز بعضی ها عربی نمیداند، علم ندارد، گپ میزنند و این از همه گناه عظیم است که به علم وقتی که انسان در مسئله های شریعت جدال میکنه. وقتی که هیئت کبار علما بار اول کشاده شد تقریبا 100 سال پیش، یعنی برای چی کشاده شد؟ هیئت کبار علما بعضا از در غالبا در مملکت عربستان سعودی میشد و لیکن عالم ها از دیگر کشور فریاد میکردند و در بعض بحث های رابطه عالم اسلامی از تمام کشورهای دنیا عالم ها را جمع میکردند. بعد یک مسئله گذاری میشد، یک مسئله یا دو مسئله رو دیده میبرآمدند، یک دو نفر وابسته میکردند که آید همین مسئله بحث نویسد. بحث نویسد یعنی چی؟ تمام جانب های مسئله رو جمع کند. کی چی گفت از پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع از زمانشان تا امروز همه قول ها رو جمع میکردن، همه دیده میبرند، بعد فکرها میفتن، مناقشه میشد و یک خلاصه می آمدن. بار اول وقتی که هیئت کبار علما تأسیس مییابد یکمین مسئله که دیده میبرن این مسئله طلاق سه. برای چی این هیئت کبار علما را تشکیل کردن؟ اصلا برای اینکه همین فتواهای عالم ها گوناگون هست، بیاید گفتن جمع شیم و فتوا یک خیله برایت.
بنابراین یکمین مسئله طلاق 3 بود. بعد تمام شوی مجلس خلاصه کلام این است که عالما با 2 قول از مجلس بیرون شدن. یعنی چه خیلی که از قدیم آمده بود، یک قسم علما میگن که طلاق 3 هست، یک قسم علما میگن طلاق 3 1 است، با اختلاف برآمدن. برای چی؟ ولا یزالون مختلفین. الله تعالی میگه همیشه مردم گوناگون فکر هستند. این یعنی که نظر علما هست، فهم هر کس هر خیل هست، اجتهاد هر یک عالم، اگر عالم باشد به شرطی که مجتهد باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران. اگر حاکم عالم اجتهاد کند در یک مسئله و موافق ثواب فتوا دهد، موافق این سخن راست فتوا دهد، 2 ثواب میگیرد و اگر خطا کند 1 ثواب میگیرد، به شرطی که مجتهد باشد. اما کسی که مجتهد نیست، علم ندارد، باید در این مسئله ها بدون دلیل حرف نزند. والله تعالی اعلم.